سلام. این ساندویچ استیک پوچیاست که با سس چیمیچوری سرو میشه. چیمیچوری یک سس آرژانتینیه ولی در آشپزی کشورهایی مثل پرتغال، اوروگوئه و برزیل هم جایگاه ویژه‌ای داره. مواد تشکیل دهنده چیمیچوری جعفری و گشنیز تازه، کیپرز، پیاز و سیر تازه و آبلیمو و فلفله. میگن که چیمیچوری رو یک مهاجر ایرلندی به نام جیمی کری ابداع کرده و اسم خودش رو هم روی این سس گذاشته. چرا اسمش چیمیچوریه پس؟ مگه جیمی کری نبود؟ چون که در طول زمان به دلیل تفاوت در تلفظ اسمش به چیمیچوری تغییر کرده. این سس نه تنها با گوشت بلکه با سیب زمینی، مرغ و ماهی هم استفاده میشه. من حتی با پاستا هم تستش کردم و واقعاً خوب شد. ساندویچ استیک پوچیای ریان از 90 گرم فیله گوساله، روکولا، سس چیمیچوری و نون دستساز که بیسش خمیر ناپولیتن هست تشکیل شده که دارای 580 کالری و 30 گرم پروتئین. حالا ترکیب سس چیمیچوری با استیک و روکولا میتونه ترکیب فوق‌العاده‌ای برای کسایی باشه که طرفدار غذاهای سالم و خوش‌طعمن. چیمیچوری جعفری و گشنیز تازه، کیپرز، پیاز و سیر تازه و آبلیمو و فلفله. میگن که چیمیچوری رو یک مهاجر ایرلندی به نام جیمی کری ابداع کرده و اسم خودش رو هم روی این سس گذاشته. چرا اسمش چیمیچوریه پس؟ مگه جیمی کری نبود؟ چون که در طول زمان به دلیل تفاوت در تلفظ اسمش به چیمیچوری تغییر کرده. این سس نه تنها با گوشت بلکه با سیب زمینی، مرغ و ماهی هم استفاده میشه. من حتی با پاستا هم تستش کردم و واقعاً خوب شد. ساندویچ استیک پوچیای ریان از 90 گرم فیله گوساله، روکولا، سس چیمیچوری و نون دستساز که بیسش خمیر ناپولیتن هست تشکیل شده که دارای 580 کالری و 30 گرم پروتئین. حالا ترکیب سس چیمیچوری با استیک و روکولا میتونه ترکیب فوق‌العاده‌ای برای کسایی باشه که طرفدار غذاهای سالم و خوش‌طعمن.